وقت شما بخیر. در دنیایی زندگی می کنیم عزیزان که مردم بیش از اون که خود واقعیشون باشن یه تصویری از خودشون می سازن. تصویری که جامعه بپذیره، خانواده تأیید کنه، کلیسا تمجید کنه و اینستاگرام هم تشویقشون بکنه. ولی خدا به ظاهر نگاه نمی کنه، بلکه به دل انسان نگاه می کنه. صادق هدایت جمله جالبی داره، میگه بعضی ها نقاب بر چهره دارند و بعضی ها چهرهشون خود نقابه. ما گاهی اونقدر نقش بازی میکنیم که دیگه خودمون هم نمیدونیم کی هستیم. در کلیسا مؤمنیم، تو خونه عصبانی، در اجتماع مهربون، ولی در خلوت پر از تلخی و شک. یادمون هست مسیح به فریسیان چی گفت؟ وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، برای اینکه مثل قبرهای سفید شده اید که از بیرون زیبا جلوه میکنن ولی در درونشون از استخوانهای مرده و هر نجاست پر هستند. نمیدونم فیلم بتمن نسخه دارک نایتش رو دیدین یا نه. تو اون فیلم جوکر که نقش ضد قهرمان رو داره حرف جالبی میگه، حرفی که حقیقت تلخی رو برملا میکنه. میگه مردم وقتی اوضاع خوبه اخلاقی اند، اما همین که اوضاع خراب بشه همین مردم متمدن همدیگر رو میخورن. آیا ما هم فقط در شرایط خوب نقاب تقدس و محبت رو به چهره داریم؟ یا در سختی ها چهره واقعی ما خودشو نشون میده؟ عزیزان، خدا ما رو فرا میخونه که نه تنها در حضور مردم بلکه تو خلوت هم همون انسان پاک و صادق باشیم. خدا از ابتدا انسان رو بی نقاب آفرید، ولی وقتی آدم و حوا گناه کردند و عریانی خودشون رو از تقدس، عریانی خودشون رو از معصوم بودن دیدند، اولین واکنششون پنهان شدن بود، پوشانیدن خودشون بود. چشمان هر دو ایشان باز شد و دانستن که عریانند، پس برگ‌های انجیر دوخت خود را پوشیدند. این پوشش نخستین نقاب تاریخ بشر بود، اما خدا با این نقاب ها کار نداره. خدا دعوت میکنه اگر گناهان خود رو اعتراف کنیم او امین و عادل تا گناهان ما رو بیامرزه و ما رو از هر ناراستی پاک بکنه. حالا که جمله به اینجا رسید بذارید یه حرف از احمد شاملو بهتون بگم. جمله ای داره که معناش خیلی عمیقه. میگه باید نقاب ها رو برداشت گرچه زیرشون صورت نیست. این جمله تلخه ولی واقعی. گاهی اونقدر نقش بازی کرده ایم که هویت واقعیمون رو گم کردیم، اما خبر خوش اینه که در مسیح ما هویت تازه‌ای داریم. نیازی به نقاب نیست واسه اینکه او ما رو با همه ضعف‌هامون کماکان دوست داره، کماکان میپذیره. به دیسیپلین فیض ادامه